سلام علیکم دوستان عزیز، با شما پیچکی بروز تیوی و امروز من با شما یکچند حافظها و یکچند حافظه های ستاره های تاجیک رو نشون میدم که آنها رو با آواز زنده اشان میتونم که ببینید دوستان عزیز. و پیش از ویدیو رو سر کردن در ویدیو لایک مونید و در کامنتاری نویسید که کدام حافظه با شما معقول است، یا حافظ یا حافظه با شما معقول است. ما سر کردیم رفتیم. یکمی ویدیو ما این دیگه نه معقول نمیشد که شما میتونید که آواز زنده او رو فهمید. مرا محبتی تو کشت، منم اسیر یا نگاه. مگو سخن درشت، مگو کی عاشقی گناه. پس از 1000 ساله ها. امیدوارم که این ویدیو با شما معقول شد و ما میگذاریم به ویدیوی نوبتی. یک چیز رو گفتنی هستم که این ویدیو خودش کچ ویش پاس می باشد. از همین سبب این ویدیو کچ ویش پاس برآمد دوستان عزیز و من همین قدر کچ رو یافته توانستم. تمام چکه که شما دیدید فرهمان کریموف با آواز زنده خود خوند و تکستش رو از همون تلفن خود دید و دوستان عزیز ما می‌گذاریم به ویدیوی نوبتی. یک چیز رو گفتنی هستم که این منیجر دولت و میباشد و منیجر دولت و حضورها سرود نمیخوند دوستان عزیز. ممکن شما فیلم بیهوده خورم رو دیده باشید و فیلم بیهوده خورم رو در همون شعر هست، یعنی یک سروده هست که آن رو همین منیجر دولت و خواندگی است و ما میگذاریم به ویدیوی نوبتی که این رو دختری منیجر دولت و خونده است. برآمد رفتاری فلک را از اشتراکی خوبترین انسان شبنم جان آغاز می‌کنیم. مرحمت شبنم جان. واقعا دوستان عزیز از همه جو شرق‌آورترین ویدیو، یعنی که شرق‌آورترین تاپ ما میباشد که در اینجا سال 1994 میباشد که در اکران دیده شده و دختری سوریا قاسم و با فکرم همین خیلی بود، یعنی که شبنم سوریا چیزی که دیده شده در اکران خور میباشد تقریبا در ویدیو میگوید با فکرم 24 با فکرم 18 میباشد، 18 ساله میباشد و او حاضر رقص میکند و سرود میخواند. سرودش را شما میتونید که حاضر ببینید دوستان عزیز. ما دوام میدیم. خوب شده. راستی گپ این ویدیو رو من نفهمیدم چون که او رقص کرد یا اینکه سرود نواخت و در آخر فهمیدم که گفت تمام. وقت ما میگذاریم با شبنم کلانی که صورت های شبنم رو که با فناگرام است میبینیم دوستان عزیز. سرم غیر عشقت هوایی ندارد، دلم بی جمالت نوایی ندارد. تو نوری سرم غیر عشقت هوایی ندارد، دلم بی جمالت نوایی ندارد. تو نوری با شبهای تاریک، لبم غیر نامت صدایی ندارد. اکنون نوبت فرزانه خورشید که آواز زنده آن رو در توی شما میتوانید بینید.
و آخر استوره ما یعنی که جانب مرادوف می باشد و ما میتونیم که حاضر آواز زنده او رو بشنویم. تر بنم نم قطره قطره دانه دانه لیلای من عشقی داغی من بوی خوشی عطری باغی من دل بر بیا یارم شو لیلا مجنون منم یارم تو لیلا لیلای من عشقی داغی من بوی خوشی عطری باغی من دل بر بیا یارم شو لیلا مجنون منم یارم تو لیلا در جان من جانانه ای. تشکر زیاد برای تماشا کردنتان و از خاطر نمیبریم که سلکه در تگی کمیتاری بوده و در تگی اپیزانی بوده رو ما حتما میبینیم و در آنجا میداریم شما میدونید که در آنجا پول کار کنید دوستان عزیز و در تلگرام ما در آمده آبونه شوید در آنجا ویدیوهای ما هم در آنجا میبرد شما میتونید که در آنجا آن را اسکچات کنید دوستان عزیز و در کانال ما در همین پیجی که ابراز سوی در یوتیوب کانال ما آبونه شوید دوستان عزیز با شما بود پیجی که ابراز سوی خیر تو بازدید.